احتمالاً شما هم به زودی بر ضد کووید 19 ام کرده می شوید، ولی این به آن معنا نیست که بعد این چاره‌های احتیاطی مثل داشتن نقاب و فاصله گیری باید خاتمه یابد. من در یک بیمارخانه احیاگری کار میکنم و با بیماران زیادی که کووید رو پشت سر کردند سر و کار میگیرم. آنها بسیار حالت سنگین دارند، ضعیف هستند، هنوز هم به اکسیژن نیاز دارند. ما هم همان سیاست داشتن نقاب طبی رو ادامه میدیم. هنوز معلوم نیست که اگر کسی واکسن گرفته باشد شخص امن و بی خطر شده است یا نه. در جسم شما یک مقدار ویروس بوده می تواند که شما را عذاب نمی دهد، ولی عین زمان از راه سلفه، آب بینی و صحبت نزدیک با دیگران پهن می شود. طبیبان از نفران ام شده دعوت می کنند که حتما چاره‌های معمولی احتیاطکاری را رعایت کنند. ما می‌خواهیم که تبلیغ داشتن نقاب طبی در میان مردم ادامه یابد. درست نیست که یک گروه با نقاب و گروه دیگر بی نقاب گردند. این چیز قبول نیست. داشتن نقاب برای یک مدت باید پدیده بسیار عادی اجتماعی شود. وقتش که رسید شما را آگاه می‌کنیم که نقاب‌ها را نپوشید. طبیبان اینچنین میگویند که فقط یک امکانی گرو به ویروس آلوده نشدن دیگرها بودن نمیتواند، چون که شکل و نمودهای نو آمیخته شده کووید 19 پیدا میشوند. دانشمندان هم میگویند که حالا نمیدانند هر یک واکسن چی مدت تاثیر خواهد داشت. مثلا شما میخواهید با بابا و بیبی و یا دیگران واخورید. اگر آنها و شما هم واکسن گرفتید میتوانید با هم باشید. ولی اگر آنها ام کرده شدند آیا شما می توانید به دیداربینی بروید؟ من می گویم بله، ولی بسیار احتیاطکار باشید. درست؟ حالا هیچ یک طبیب گفتن نمی تواند که کی زندگی به حالت پیشینه برمیگردد، ولی همین چیز معلوم است که شماری هرچی بیشتری ساکنان باید ام کرده شوند.